بزرگترین دروغ کرونایی به دنیا دانشمندان کشف کردند. تارنمای روزنامه ال کارو دی در گزارش خود آورده پزشک کالیفرنیایی اندرووی که دکترای ویروس شناسی و ایمونولوژی دارد و در یک آزمایشگاه بالینی مشغول به کار است 14 نکته را در مورد نمایش جهانی ویروس کرونا بیان می‌دارد که به معنای واقعی نشان می‌دهد کووید 19 یک دروغ بزرگ است. به گزارش رکنا وی چنین بیان می‌کند: من دکترای ویروس شناسی و ایمونولوژی دارم و در حوزه آزمایش‌های بالینی فعالیت می‌کنم. در چند ماه اخیر 1500 نمونه کووید 19 مثبت در جنوب کالیفرنیا را جمع‌آوری و آزمایش کردم. هنگامی که من و تیم آزمایشگاهی از طریق میکروسکوپ‌های دقیق نمونه‌ها را مشاهده و آزمایش می‌کردیم، متوجه شدیم در هیچ یک از این 1500 نمونه ویروس کووید وجود ندارد. آنچه ما پیدا می‌کردیم این بود که به صورت عمده در 1500 نمونه آزمایشگاهی ویروس آنفولانزا نوع A و B وجود دارد و حتی یک نمونه ویروس کووید هم نیست. نمونه‌ها را با دانشگاه‌های استنفورد و برخی آزمایشگاه‌های UC فرستادیم و آنها هم نتایج مشابهی دست یافتند، یعنی نو. ما آنفولانزای نوع A و B را پیدا کردیم و با مرکز کنترل و پیشگیری بیماری یا CDC صحبت کردیم تا نمونه‌های زنده کووید را تحویل بدهند. اما آنها تاکید کردند نمی‌توانند همکاری کنند زیرا هیچ نمونه زنده‌ای در اختیار ندارند. این پزشک و متخصص ویروس شناس تاکید دارد اکنون به این نتیجه دست یافته که کووید 19 کاملا تخیلی است. آنفولانزا را کووید نامیدند. در آمریکا حداقل 225,000 مرگ ناشی از بیماری‌های مزمن همچون ناراحتی قلبی، سرطان، دیابت و غیره رخ داد که آن را به نام کرونا به ثبت رساندند. این افراد به آنفولانزا مبتلا شدند و از آنجا که ایمنی بدن آنها کم بود، جان خود را از دست دادند. مگر میتوان باور کرد CDC یا مرکز به اصطلاح پیشگیری از بیماری‌ها یک نمونه واقعی و زنده از کووید را در اختیار نداشته باشد؟ اگر آنها نمیتوانند یا نمیخواهند نمونه واقعی را ارسال کنند، پس باید گفت که به هیچ عنوان ویروس کووید 19 وجود ندارد و این بیماری ساختگی است. سوال این است: با اینکه در جهان بر روی خطرناک بودن کرونا یا کووید 19 تا به این اندازه تبلیغ می شود، چرا آزمایشگاه‌ها در هیچ مکان این ویروس را به صورت تصویر شده پیدا نمی‌کنند؟ به اعتقاد این متخصص ویروس شناسی دلیل این است که هرگز چنین ویروسی وجود نداشته که بخواهند آن را پیدا کنند. نکاتی که آنها در مورد قطعات کوچک RNA بیان می‌کنند هرگز به عنوان یک ویروس شناخته نمی‌شود. بنابراین آنچه ما اکنون با آن روبرو هستیم فقط یک نوع آنفولانزا است که هر ساله بروز می‌کند. کووید 19 ساختگی است. آنها بیماری آنفولانزا را به عنوان یک همه‌گیری به نام کووید 19 به جهان القا کردند.